با سلام. در مرحله اول از شما و گروه خبری خوبتون تشکر میکنم که این امکان رو برامون فراهم کردین تا ما بتونیم در اولین نمایشگاه مجازی لوازم خونگی ایران شرکت کنیم. بنده علی شالچی هستم، مدیرعامل واحد تولیدی اودانا. مجموعه اودانا از بهار سال 94 شروع به فعالیت در زمینه تولید اسپیکرهای خانگی و محافظ برق کرد و ما در این زمینه تونستیم نشان استاندارد ملی ایران ایزو 9001، ایزو 10002 و CE رو کسب کنیم. دیدگاه ما تولید محصولات با گرید A و مقرون به صرفه هستش و با وجود کادر متخصص همواره بر کیفیت بالای محصولات و نحوه خدمات پس از فروش متفاوت که باعث میشه مشتریامون رضایتمندی بالا داشته باشن تاکید میکنیم و همواره دنبال تولید محصول جدید با استایل زیبا هستیم. یکی از محصولات خوبی که ما تونستیم طراحی کنیم و به بازار عرضه کنیم که ظاهر بسیار ساده و مورد پسند مشتریانمون قرار گرفته مدل X8600 مون هست که به کتابی معروف شده و یکی از محبوب ترین مدل های بازار به حساب میاد. جدیدترین محصولی که در مرحله تولید هستش و همزمان میخوایم در این نمایشگاه از اون رونمایی کنیم مدل U2 محافظ مخصوص یخچال و فریزر هستش که به شکل هرمی طراحی شده و امیدواریم که مورد پسند مشتریانمون قرار بگیره. ما شبانه روز در حال تلاشیم که حداقل خیال مصرف کنندگانمون رو راحت کنیم تا یه محصولی بخرن که حداقل 5 سال نیازی به خدمات پس از فروش نداشته باشه. در این راه واقعا بیشترین تلاش رو بدون هیچ چشم‌داشتی خانم مهندس رضوانی دارن برای مجموعه اودانا و برند اودانا دارن انجام میدن و البته جا داره از یکی از بهترین نیروهای خودم جناب مهندس ملک نژاد هم تشکر کنم که در این سالهای اخیر هم به من و هم به خانم رضوانی کمک‌های بی‌شایبه‌ای انجام دادن. برای آینده نمیتونیم منتظر بمونیم، برای اینکه هدف‌های بزرگی داریم و این هدف‌ها ما رو به وجد میاره که یکی از شعارهای اصلی برند اودانا هم بازگشت به آینده است. کسانی که ما رو دنبال میکنن در اینجا میگم که منتظر باشن. در مرحله اول محافظ برق‌های دارای USB شارژر و در مرحله بعدی محافظ برق‌های دارای شارژر بیسیم یا همون وایرلس به بازار عرضه میشه و سعی میکنیم که با برندهای چینی همتراز بریم جلوتر. و حرف آخر این که درست شرایط اقتصادیمون خوب نیست و تا الان از طرف هیچ ارگان و نهادی در زمینه تولید بهمون کمک مالی نشده، ولی ما برای جهش در تولید کشورمون شبانه روز داریم تلاش میکنیم و از فرمایشات چند روز قبل رهبرمون که خیلی انرژی گرفتیم و خوشحال شدیم کاری کنیم که اثرات تحریم به حداقل برسه در تولیدمون و بتونیم که به خودکفایی کامل در تولید برسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارای محترمتون و از همینجا سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران زمین. من راضیه رضوانی هستم، مدیریت تولید مجموعه صنعتی اودانا. ما در مجموعه اودانا در تلاشیم که از طریق ارتقاء سطح کیفیت محصولاتمون و همینطور جلب رضایت مشتری‌ها و ارائه خدمات پس از فروش خوب به اونها حضور مستمر و قوی در صنعت و بازار کشور داشته باشیم. ما بر این باوریم که برای پیشرفت و توسعه هر صنعتی پیش از اون که نیازمند سرمایه مادی باشه، نیازمند نیروهای دانش محور و خلاق و دلسوزه. من خدا رو شکر میکنم به خاطر داشتن نیروهایی که نسبت به کارمون و نسبت به مجموعمون به شدت غیرت و تعصب دارن و پا به پای ما برای پیشرفت مجموعه در حال تلاشن. چه نیروهایی که در بخش تولید در حال فعالیتن و چه بچه هامون در بخش آرندی.
ما به شدت به کیفیت محصولاتمون اهمیت میدیم. موادی که برای تولید بدنه‌های محافظها ازش استفاده میکنیم باید طوری باشن که همه آزمون‌های استاندارد 635 ملی ایران رو به راحتی پاس کنن و در غیر این صورت بدون چون و چرا مواد رو برگشت میزنیم. ضخامت برنجی‌ها و سیم‌هایی که در محافظهامون استفاده میشه حد اکثر مقداریه که استاندارد ملی برای ما تعیین کرده. در مورد کیفیت مدارهامون باید بگم که بردهای ما با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا که SMD و با استفاده از بروزترین دستگاه‌ها و بدون دخالت انسان تولید میشن تا بتونیم خطای انسانی رو به حداقل برسونیم. در مورد تولید برنجی ها اما متاسفانه در حال حاضر در خط تولیدمون هیچ دستگاه تمام اتوماتیک نداریم، ولی به لطف و همت بچه های تولید برنجی های مورد نیازمون رو با دستگاه های پرس های تونی و پرس های دستی تولید میکنیم. و حرف آخرم با مشتری های محترممونه که کیفیت رو فدای قیمت نکنین. میخوام بگم که موقع خرید محافظهای برق دنبال جنس ارزون قیمت نباشیم و همیشه خواستار جنس با کیفیت باشیم. ببینیم برای ما خیلی راحته که با کم کردن ضخامت برنجی ها و سیم های مورد استفاده یا کاهش کیفیت جنس بدنه یا کاهش کیفیت بردها و قطعات مورد استفاده به راحتی محافظهای ارزون قیمت رو به بازار بدیم. ولی به چه قیمتی؟ به نظر من در این شرایط اقتصادی واقعا هیچ ارزونی بی حکمت نیست. ما به درخواست جناب مهندس شالچی مدیریت مجموعمون حاضر نیستیم که حتی 1% از کیفیت رو به خاطر قیمت پایین بیاریم. و میخوام بگم که در حال حاضر به نظر من راحت ترین راه و ارزون ترین راه برای محافظت از وسایل برقی گرون قیمت منازلمون استفاده از محافظ برق‌های استاندارد و با کیفیته. متشکرم.